بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود. و اولین خبر 60 ثانیه جامعه المصطفی واحد آشتیان از رسانه قرآن نما خوش آمدید. افتتاح اولین باشگاه نجسو در شهرستان آشتیان توسط ریاست محترم جامعه المصطفی واحد آشتیان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مدرس ساده. استقبال با شکوه ریاست اساتید طلاب جامعه المصطفی و مردم آشتیان به مناسبت هفته فرهنگی شهرستان آشتیان از حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی. برگزاری نشست علمی توسط معاونت محترم پژوهش تحت عنوان اندیشه های مدیریتی مقام معظم رهبری مبتنی بر آیات قرآن که توسط ریاست محترم المصطفی واحد آشتیان حجت الاسلام و المسلمین آقای مدرس ساده به صورت حضوری و مجازی ارائه گردید. تجمع اعتراضی اساتید طلاب المصطفی و مردم متدین شهرستان آشتیان در پی حمله ظالمانه رژیم صهیونیستی در بیمارستان غزه که موجب شهادت 500 کودک در یک شب گردید. ممنون که تا این دم همراه ما بودید. خدا نگهدار.